گاهی وقتا حس می کردم همه چی تکراریه، انرژی نداشتم حتی برای کارهای ساده. ولی یه جایی فهمیدم حال خوب خودش نمیاد، باید یکم کمکش کنی تا برگرده. از همونجا شروع کردم به تغییرهای کوچیک. اولین کارم این بود که صبح رو بدون گوشی شروع کردم. فقط من، یه نوشیدنی گرم و سکوت. بعد هر روز یکم راه رفتم توی طبیعت بدون هدف خاص، فقط برای اینکه یادم بیاد هنوز زندم. نوشتن رو شروع کردم، نه برای قشنگ نوشتن، فقط برای خالی شدن. کم کم غذام رو ساده تر کردم، بدنم واقعا سبکتر شد، ذهنم هم همینطور. و یاد گرفتم نه بگم به چیزایی که با من و آرامشم نمیخونن. شاید ساده به نظر بیان، ولی همین کارهای کوچیک زندگی منو از زمین تا آسمون عوض کرد. تو چی؟ چه کاری حال دلتو بهتر کرده؟